سلام، اسم من شروینه. اینجا کانال شیموزه و توی این ویدیو یعنی جلسه سوم دوره استوکیومتری قصد دارم که این دوره رو معرفی کنم. قرار نیست اسلاید خاصی ببینید، کلا همین اسلاید ویدیو و قرار حرفای منو گوش بدید. توی این ویدیو میخوام بگم که این دوره از چه بخشایی تشکیل شده و مخاطب هدفش چه کسایی هستن و بهتره که توی چه زمانی و توی چه شرایطی و چه جوری از این دوره استفاده کنیم. اول از همه مخاطب هدف این دوره دانش آموزایی هستن که یا کلاس دهمن و تازه دارن با استوکیومتری آشنا میشن و اونقدری وقت دارند و دوست دارند، علاقه دارند که وقت بذارن و استوکیومتری که توی دهم و 11 قراره بخونن و یه جا از اول بخونن و برن جلو سوال حل کنن. یا دانش آموزای 11 که استوکیومتری دهم خوندن، یه چیزایی بلدن، حالا ضعیف قوی هر شکلی باشن، استوکیومتری 11 هم تازه دارن باهاش آشنا میشن، میخوان بعد از اینکه این دوره رو دیدند، چون که دیگه استوکیومتری تقریبا توی 11 تموم میشه و بعدش حالا توی 12 به بعد ممکنه اسید رو باز قاطیش کنن یا بعد از فصلهای اول 11 یه مقدار ترموشیمی قاطیش کنن یا حالا هر چیزی، ولی بیس استوکیومتری توی 10 و 11 تموم میشه. میخوان این دوستان 11 ما بعد از خوندن استوکیومتری 11 بیان یه دوره‌ای ببینن یا حالا حین خوندنش قبل خوندنش بیان یه دوره‌ای ببینن، 10 براشون مرور بشه، 11 هم یاد بگیرن و خیلی طبقه بندی شده، خیلی سیستماتیک با استوکیومتری آشنا بشن. یا حالا دیگه همونطور که حدس میزنید دانش آموزای پشت کنکوری یا سال 12 که استوکیومتری کنکور رو یه دور خوندن و براشون چیز جدیدی نیست، باش آشنایی دارن، میخوان بیان یک دور استوکیومتری رو از پایه شروع به یادگیری کنن یا حالا مهارت‌هاشون رو تقویت کنن، به هر حال یه دوره‌ای بکنن یا حالا انقدری خوب نیستن توی استوکیومتری میخوان از اول شروع کنن، خیلی پایه یادش بگیرن. این دوره از 2 بخش کلی تشکیل شده. توی ویدیوهای اولیه من اومدم یه سری مفاهیمی که خیلی مهمه برای حل سوالات استوکیومتری و یه جورایی دانش پایه است، یه جعبه ابزاریه، اونا رو اومدم طبقه بندی کردم این مطالب رو توی این اسلایدهای اول، توی این ویدیوهای اول دوره اومدم خیلی با نگاه پایه آموزشش دادم. یعنی کسی که داره این مطالب رو میبینه تا حالا باش روبرو نشده بوده و اصلا جنبه مروری نداره، بیشتر جنبه تدریسی داره. البته خیلی خیلی پایه هم نگفتم، یه جایی مثلا اگه یه سری از مخاطبای این دوره دانش آموزای 11 یا 12 باشن، به جاهایی که این مطالب توی 11 یا توی 12 ممکنه باش ترکیب بشه اشاره کردم و حالا میتونم بگم که ویدیوهای اولیه نکات پایه‌ایه که در مورد واکنش ها، در مورد مفاهیم پایه شیمی، در مورد نکاتی که میتونیم با دونستنشون مسائل استوکیومتری رو بهتر حل کنیم، بهتر بنویسیم صحبت کردم. همونطور که گفتم سعی شده از پایه بگم، ولی اونقدر هم کسل کننده نیست. این ویدیو اول توصیه میکنم ببینید، چون یه سری چیزایی هم گاهی وقتا پیشرفته تر گفتم که بعداً توی سوالات بخش دوم دوره بیام کامل ترش کنم، یعنی با حل سوال من بیام اون مطلب رو برای شما جا بندازم. حالا شاید توی کنکور اونقدر بهش بها داده نشده باشه، تا شما مسائل بیشتری ببینید و بتونید مسائل با نگاه متفاوت تری و مسائلی که ایده های خیلی رایجی ندارن توی کنکور رو حل کنید. چون که هر چقدر شما بیشتر مسئله ببینید، بیشتر مسئله حل کنید، باعث میشه که هم اعتماد به نفستون زیاد میشه، هم به طور کلی مهارتتون افزایش پیدا میکنه. کسی از بیشتر بلد بودن ضرر نکرده تا الان. اما در مورد بخش دوم دوره من از سوالات خیلی پایه شروع کردم و کل سوالات این دوره توی بخش اولش که 50 تا سوال آماده کردم، سوالات سعی شده که
شبیه کنکور نباشه، شبیه سوالای روتینی که توی کتابای تست هست نباشه. بعضی جا یه چیزای فراکنکوری مطرح شده، یه چیزای پیشرفته‌ای مطرح شده که دانش آموز دبیرستانی یا حالا پشت کنکوری اصلا انتظار مواجهه باهاش نداره، ولی خب با دانش شیمی دبیرستان کاملا قابل حله. یه جایی درست پیشرفته شدیم، ولی صرفاً برای این بوده که اون دانش آموز قدرت حل مسئله پیدا کنه، یاد بگیره که توی مسائل باید با چه نگاهی به مسئله نگرش داشته باشه. و حالا اصلا این سوالات خیلی سوالات روتینی نیستن، از سوالات ساده شروع میشه. حالا یه سری سوالات معمولی هم هست توش، ولی بیشتر سعی شده سوالات جدید قرار داده بشه. یه سری از سوالات مرحله اول المپیادهای شیمی سالهای قبل انتخاب شده، سالهای دور معمولاً. و حالا یه سری از سوالا هم که تألیفیه، یه سری از سوالایی که ممکنه با برخورد اولیه با اونا خیلی خوشتون نیاد، یعنی حس کنید که این دوره اون چیزی نیست که به دانش شیمی شما کمک کنه، بتونه توی کنکور به شما چیزی رو اضافه کنه. یعنی خیلی برای شما شاید دوره مفیدی به نظر نرسه، ولی حالا ادامه بدین و نگران این نباشین، چون که گفتم اصلا بعضی جا شبیه سوال کنکور نمیشه، ولی شیمی همون شیمیه، شیمی همه جا شیمیه. و سعی کردم نگاهی رو جا بندازم توی این دوره که به استوکیومتری به چشم یه چیز خیلی ساده نگاه بشه. یعنی مثل چه میدونم نسبت تناسب دبستان، خیلی اونجوری روابط بین مول و حجم، مول و جرم، روابط حاکم بر واکنش ها، واکنش دهنده اضافی و محدود کننده، درصد خلوص، بازده واکنش، یا حالا یه سری مطالبی که تا نباشه نمیتونم توضیحش بدم، الان هیچی تو ذهنتون نیست ازش. سعی شده که یه نگاه ساده انگارانه‌ای به شیمی ایجاد بشه و خلاصه که دوره متفاوتیه. اونقدر که دلم میخواست فکر نکنم خوب در اومده باشه. یعنی منظورم اینه که میتونه خیلی این دوره بهتر بشه، با کیفیت بهتری تولید بشه، سوالای بیشتری باشه، مطالب اون قسمت اول دوره که میشه گفت درسنامه است خیلی بهتر بیان بشه، خیلی جامع‌تر باشه. ولی خب حالا دیگه توان من در اولین برداشت یک دوره همین بوده. یعنی توی اولین دوره‌ای که من تهیه کردم اینه. ویدیو قبلیم خیلی ویدیوهای موضوعی پراکنده بود، اصلا خوب عمل نکردم، ولی یه سری ویدیوهای دنباله‌دار و خیلی دوره مانند این اولیشه. قطعا بهترین من نبوده، ولی بازم کیفیت خوبی داره، میتونید نگاه کنید، پیشنهادی داشتید بگید و فکر نکنم چیزی باقی مونده باشه. من توی بخش دوم دوره برای حل سوالات مکس نکردم، سریعا با حل سوال شروع میکنم، ولی شما اینطوری انجامش ندین. شما هر ویدیویی که باز میکنید اولش یه سوال میبینید، ویدیوها 1 سال 2 سال 3 سال این شکلی هن، چون دوست داشتم تایم ویدیوها کوتاه باشه. شما پاس کنید ویدیو رو، سوال رو نگاه کنید، بخونید، سعی کنید حل کنید، وقت بذارید روش، به خصوص روی سوالاتی که با سوالات دبیرستان متفاوته. سعی کنید تا میتونید وقت بذارین، استدلالای مختلفی رو در نظر بگیرین و حالا به جواب میرسید نمیرسید جوابتون رو یادداشت کنید تا در نهایت حلش رو ببینید. و اینجوریه که یاد میگیرید. اگه همینطور حل سوالا رو ببینید چیزی یاد نمیگیرید یا چیزی نمیفهمید. و توصیه میکنم اگه قرار این کارا رو بکنید همون دوره رو نبینید، چون که بعداً میشینید همینطور روزنامه وار نگاه میکنید حل سوالا رو، بعدم نتیجه دلخواه کسب نمیکنید، یا آقا این دورش بد بود. حالا به هر حال فکر نکنم دیگه حرف دیگه ای داشته باشم. نمیدونم چند درصد از مخاطبای این دوره این ویدیو رو میبینن و چند درصد از کسایی که شروع به دیدن این ویدیو کردن تا اینجا بودن، ولی به هر حال امیدوارم از این دوره خوشتون بیاد. حرفای من تموم شد. اگه نظری داشتین حتما بهم بگین.